مامان چرا دست منو اینجوری چنگ زدی؟ ها؟ من چرا دست منو اینجوری چنگ زدی گندو؟ فکر کردم چرا دست منو اینجوری چنگ زدی ماما؟ فکر کردم دست بابا. یعنی دست بابا باشه باید چنگ بزنی؟ دست بابا رو چی ماما؟ چرا من گرگ نشم؟ خب گرگ شو. من که گفتم تو گرگ نشو. گرگ شو ماما. الان گرگ شو. تو حرف من گوش نمیدی. نمیشم. من حرف تو گوش میدم ماما. قربونت برم. پاشو. پاشو. گرگ نمیشی؟ چرا میشم؟ آو قربون گرگ شدنت برم. باشم بشو. باشم بشو. آو ماما میگه مقرر بود. میگم چرا بعضیا بوی عرق میدن گندم چی میشه؟ تو آدما زیر بغلشون یه میکروبایی هستن بعد با عرق قاطی میشن. خب این بوی بدی ها میگیره. خب پس تو چرا هیچ وقت بوی بد نمیدی ماما؟ من ندارم از اینا. از کدوم ها؟ میکروب. میکروب. اون فیلتر آست پرست رو بزن. اینجوری بود. فیلتر چیو؟ فیلتر چیو بگو؟ آختا پرست این شکلی بود. آفتاب پرست؟ آفتاب پرست منظورته؟ نه نه گندم گفتم نه. سلام بچه ها، من اومدم هم پیشی رو بهتون نشون بدم که نشون دادم. بچه امروز که اومدم که اینجا همه جا رو ببینیم. یه سر دیگه میام ولی الان بازم میخوام بگم بهتون نگاه کن. اتاقم اینجا بود. نه مسئله جدیدن. بچه ها نمه گفته زدید. بچه ها همه جان که دیدید. چی اینجا گذاشتی؟ اینا تزیینای آرایشم. من نمیخوام آرایش کنم. نمیخوام آرایش کنم. یه دقیقه نمیخوام. فقط یه لب. نمیخوام مامان آرایش فقط کنم. یه لب. چرا باید آرایش کنم الان؟ خب مامان میگه مامان گندم خوشگل‌تره. نمیخوام همه بگم مامان گندم. نمیخوام آرایش کنم. بابا خودم آرایش میکنم. من برات میزنم. این بابامه تازه برگشته. کلکم برام خریده. الان اومده با هم دیگه داریم میخوریم. چلا کب گندم صاف بشینه. صاف. آفرین آفرین. حالا بکشو بیاره بالا. یک. آفرین. بر. دو. 50 پوینت. گندم 50 پوینت کنه. شونه ها عقب. قشنگ قهرمان. آفرین آفرین. مثل خاله پیرزن نشینه. بیار بالا. بیار بالا بازو. گندم بالا. آفرین. 2 3 4. حالا اون یکی پا گندم. اون یکی پا. بیار بالا. 1. آفرین. 2. نگه داره.
بپیشی. چرا به من هیچ بغیر حرفا نمیزنی؟ تو قربون صدقه نیستی. مرسی. ای قربون ممنونم. تو برم. خیلی ممنونم. بله. Hey, un elefante muy elegante, la trompa volante, la trompa gigante, e che c'ho del zoo, zoo. چی میگی به بابا جون ماما؟ نخون قسمت بعدش هم ببینی. ها؟ قسمت بعدی هم ببین. نه بابا. ببینه چیو ببینه ماما؟ قسمت بعدی میسان آبی. خب بعدش چی؟ کارتون. الان اجازه میدی یه قسمت دیگه ببینه بابا جون؟ آره. قربون تو برم. چرا ماما اجازه میدی بابا جون ببینه؟ کارتون نمیخوای بذاری؟ مهمونمون دیگه. چون چی؟ مونمون دیگه. Someone you held when you were lonely. چی میخواستی بگی به بچه ها؟ میخواستم بگم که من همیشه کمربندم رو میبندم. همیشه. در یک شلوار شلوارم ببینی. همیشه کمربند. صافم دارم سب کن یه دقیقه کمربندم باز کنم. باز نکن. یه دقیقه. خب همه دیدن برو. دیگه بگو چه خانومی دیدی گندم داشت یه میومد؟ خانومی دیدم. بعد خوشگل بود. ماش طلایی صاف خوشگل. خب بعد ماست دماغش چطوری بود گفتی؟ دماغشم پهن بود. خب چشاش چطوری بود؟ چششم قهوه‌ای بود. داشت ماسک زده بود. داشت می اومد. اگه ماسک زده بود تو دماغ پهنشو کجا دیدی؟ آخه ماسکش رو اینجا زده بود. بلا